هذا النور شفاء صدور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وما والاه، اما بعد. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. زمانی که خداوند متعال ایمان را در آن وقت قبول نخواهد کرد. ابو هریره رضی الله تعالی میگوید پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه آفتاب از طرف مغرب طلوع کرد و مردم آن را مشاهده کردند. همه ایمان می آورند ولی ایمان آوردن در آن وقت برای کسی فایده نخواهد داشت. سپس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیت را تلاوت کردند. روزی که بعضی از نشانه های پروردگارت با آمدن آخرت پدید آمد، کسی که قبلا ایمان نآوردند ایمانشان فایده نخواهد داشت. سوره انعام آیت 157. بخاری 65 کتاب تفسیر 6. ابوذر رضی الله تعالی میگوید وارد مسجد شدم، دیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشستند. هنگامی که آفتاب غروب کرد، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند ای ابوذر، آیا میدونی که آفتاب کجا می رود؟ گفتم خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه داناترند. فرمودند آفتاب حرکت می کند و به حرکت خود ادامه می دهد تا زمانی که خداوند برایش مقدر نموده است. آنگاه اجازت می خواهد تا سجده ببرد. با آن اجازه داده می شود و مثل این که به او دستور داده می شود. از راهی که برآمده است بر می گردد. فوراً برای بجا آوردن سجده از مغرب طلوع می نماید. بعداً حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این آیت را قرائت نمودند. آفتاب به سوی قرارگاهی که دارد حرکت می نماید. سوره یاسین آیت 38. بخاری 97 کتاب توحید 49. از آن حضرت صلی الله علیه و سلم روایت کردند که روز آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نزد اصحاب بیرون آمدند و از آن ایشان پرسیدند که شب را چگونه به صبح رسانیده، یعنی عین حال در کدام عقیده هستید؟ اصحاب گفتند شب را ما روز کردیم و به الله یگانه ایمان آوردیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند نشانه ایمان شما در چیست؟ اصحاب گفتند ما بر مصیبت صبر کننده، بر راحت و فراغت ها شکر کننده و به قضای پروردگار راضی شونده هستیم. بعد شنیدن چنین پاسخ آن حضرت صلی الله علیه و سلم به اصحاب گفتند قسم بر رب کعبه که شما در حقیقت هم مؤمن هستید. از ابو هریره رضی الله تعالی روایت است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند 5 گناهی است که بر آن کفارت نیست: به خدا شرک آوردن، ناحق کسی را کشتن، مؤمن را تهمت نمودن، از میدان جنگ گریختن و به دروغ سوگند خوردن و مال کسی را به غیر حق گرفتن می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.